سلام دوستان، روز بخیر. امروز میخوام کار با کاردک رو یاد بگیریم. یک زمینه رنگ تیره روی کوهامون گذاشتیم. الان اون قسمت هایی که نیاز داره با کاردک سفیدی و برف روی کوه ها رو نشون بدیم. اینا براتون الان کار میکنم. دقت کنید. با نوک کاردک سفید، ترکیب سفید و کمی زرد. خب اینا رو میذارم و با نوک کاردک حالت مهد بهش میدم. نگاه کنید. قسمت هایی از رنگ زمینه هم باید دیده بشه، یعنی کامل با برف نباید بشون. خب الان میرم سراغ قلمو. این قسمت ها رو مهد میکنم، چون کوه ها فاصله شون با ما زیادتره. به بعضی قسمت ها باید مهد دیده بشن تا این فاصله رعایت بشه. نگاه کنید. خب این قسمت دوباره بخشایی از کوهی که برفا نور دیده، یعنی خورشید بهشون تابیده. دوباره کناره هاش با قلم مهد میکنیم، پلان به رقب‌تر و حالت مهد شده که دیده بشه.